بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه، ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن سيدنا ونبينا ومولانا محمدًا عبده ورسوله صلى الله تعالى عليه وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. لقد من الله على المؤمنين إذ بعث فيهم رسولا منهم يتلو عليهم من أنفسهم يتلو عليهم آياته ويزكيهم ويعلمهم الكتاب والحكمة وإن كانوا من قبل لفي ضلال مبين. الله تعالی منت گذاشته است بر همه ما، بر همه اهل ایمان، بر همه مؤمنین، که الله تعالی از خودشان پیامبری را برای اونها مبعوث داشته. الله تعالی فرمود از خود شماست، از خود مؤمنین، از جنس مؤمنین، از خود ماست که دردهای ما را می‌داند، نیازهای ما را می‌داند، ضرورتهای ما را می‌داند و با همه زندگی و نیازات ما آشنایی داره، چون خودش از جنس مای و این احسان پروردگاره. و بعد الله تعالی بیان کرده که چه کارهایی را این پیغمبر که از خود شما هست برای شما باید انجام بده. وظایف پیغمبر را بیان کرده و رسالت آن حضرت صلی الله علیه و سلم را اینجا برای ما تعریف کرده است که پیغمبر اعظم آیات الهی را تلاوت کنه بر سر شما، که این آیات شما را متحول می کنند. آیات پروردگار تاثیر گذارند. آیات الله تعالی معجزه هستند، معجزند، اثر می کنند این آیات در شما و تاثیر گذارند در شما. و این آیات سازندند، شما را می سازند، شما را به وارستگی می رسانند. قرآن عظیم الشان و آیات زیبای قرآن عظیم الشان بسیار تاثیر گذارند. شما وقتی که قرآن تلاوت میشه به محض که آیات الهی شروع میشوند در انسان تحول می آید. انسان احساس سکون، احساس راحت میکنه و رحمت الله تعالی فرود می آید، نازل می شود.
و دیگر وظیفه پیامبران است که شما را در این آیه فرموده تزکیه کنه، شما را از تمام خرابی های درون، از خرابی های اعتقادی، مفاسد اعتقادی، اعتقاد فاسد، از اخلاق رذیل و فاسد، از اخلاق های زشت، پیامبر اعظم صلی الله علیه و سلم شما را تزکیه می‌گرداند. و تزکیه و اصلاح خیلی مهمه، اخلاق خیلی تأثیر گذاره برای خود انسان، برای جامعه. ساختن اخلاق مهمه. اگر جامعه اخلاق که صحیح داشته نباشه و از اخلاق کای رذیله و زشت پاک نشود، نه تنها انسان خودش ضرر میکنه بلکه کل جامعه متضرر میشه. اخلاق کریمانه، اخلاق زیبا خیلی مهمه. و انبیاء علیهم السلام بعد از تلاوت قرآن عظیم الشان و آیات الله تعالی، اینجا مهمترین رسالت آن حضرت تزکیه که ملت پاک بکنه و بعد اونها را، این تزکیه همون تربیت هست، تربیت بکنه ملت و مردم را و بعد تعلیم بده کتاب را و حکمت، احادیثم، سنت، کتاب و سنت را به اونها تعلیم بده، کتاب و حکمت به اینها بیاموزه، دانش بیاموزه، دانش صحیح بیاموزه، دانش درست بیاموزه، علم با عمل بیاموزه. علم همراه با عمل حکمت، دانش صحیح و درست حکمت، تشخیص درست، تشخیص مهمه، تشخیص صحیح که معرفت درسته، حکمت تعلیم زیبای آن حضرت و بیانات زیبای آن حضرت حکمت، هم قرآن تعلیم بده و هم حکمت تعلیم بده. رسالت خلاصه رسالت انبیاء علیهم السلام و خلاصه از رسالت حضرت رسول صلی الله علیه وسلم را الله تعالی بیان کرده است. انبیاء علیهم السلام هم ایمان مردم ها ساختن، هم اخلاق را، مردم را از بود اخلاق و هم از بود عمل مردم ها ساختن. عمل کرد صحیح باشه، عمل کرد درست باشه. و انبیاء علیهم السلام به ساختن دنیای مردم هم تلاش کردن، مردم هم به معاملات صحیح، مردم را به کسب و کار و صحیح به راه درست راهنمایی کردن. اگر ما بررسی بکنیم بسیاری از صنعت ها و تکنولوژی هایی که در دنیا موجوده برمیگردند اولی تعلیمشون به انبیا. کشتی را اولی کسی که در دنیا ساخت حضرت نوح بود و حضرت نوح کشتی را که از نعمت های بزرگ الله تعالی بود به ذریعه وحی ساختن. واصنع الفلک باعیننا و وحینا، زیر نگاه ما و با وحی ما کشتی را بسازه. میگن اولی کسی که خیاطت را انداخت حضرت ادریس بود و اگر بررسی بشه بسیار مسائل انبیاء و کسی که زره جنگی، لباسهای جنگی را ساخت حضرت داود علیه السلام بود. و لحاظا انبیاء علیهم السلام در صنعت و در ایجاد شغل، در ایجاد کار صحیح، در ایجاد حرفه و راه انداختن حرفه ها در این زمینه انبیاء علیهم السلام تاثیر گذار بودند. آن حضرت از سوال به شدت من کرده که سوال نکنید
ولی مردم را تشویق کردن به کار، مردم را تشویق کردن به شغل که از دست خود نان خود را در بیاورند، نان حلال بخورن، روزی حلال بخورن، بیکار نباشند، بی شغل نباشند، برند دنبال شغل، برند دنبال کار، برند دنبال روزی حلال. هم دنیای مردم از ساختن، هم زندگی مردم از ساختن، گرسنگان را سیر کردن، نه اینکه کمک کنند و نان بدن، بله کمک هم کردن. ولی انبیاء علیهم السلام شغل آموختن، کار آموختن، حرفه آموختن و مردم را صحیح راهنمایی کردن به تجارت صحیح از تجارت فاسد و از تجارت‌های نادرست من کردن، ولی تجارت صحیح جلو مردم گذاشتن، راه درست را راهنمایی کردن. خود گرسنه خوابیدن، فرزندان آن حضرت گرسنه بودند و وقتی که ازواج مطهرات فتوحات آمد و اموال و بیت المال تقویت شد، در دست آن حضرت مال افتاد، ازواج مطهرات روزی بیشتری درخواست کردند، ولی آن حضرت فرموده که نه، نمیخواهند که شاهانه زندگی بکنند، نمیخواهند مانند حاکمان دنیا آن حضرت نخواستند زندگی بکنند و به همین خواستند که با روزی کم و چیز کمی زندگی بکنند که این آنچه که مازاد و اضافه این را بدن به نیازمندان، به محتاجان بدن، نه اینکه برای خود و فرزندان خود ذخیره کنند. روزی که رفتن آن حضرت صلی الله علیه وسلم میراث نگذاشتن و یک قاطری بود که میراث آن حضرت بود و شمشیری بود. من عرض کنم که میراث آن حضرت و چیز مختصری معمولیه که قابل تقسیم هم نبود که و فرمودن آنچه که من ترک میکنم همه این صدقه و متعلق به مردم. انبیاء علیهم السلام برای خدا زندگی کردن، برای مردم زندگی کردن، میراث خود را هم برای مردم گذاشتن و همه وقت در فکر مردم، در غم مردم، در رفاه خود نبودن، ثروت جمع نکردن، زنندوزی نداشتن. انبیاء مردمی زندگی کردن و مردم بودن و در همون طبقه بالای مردم نه، بلکه در طبقه پایین مردم. این سیره انبیاء علیهم السلام کو و شما اگر برگردید به دورانی که آن حضرت حاکم بودند و حکومتی تشکیل بوده، این دوران 10 ساله آن حضرت 100 سال حکومت نکردن، 50 سال حکومت نکردن، 10 سال حکومت کردن و این 10 سال دوران طلایی بود و یک حکومتی که دنیا نه قبل از آن حضرت چنان حکومتی را دیده و نه بعد از آن حضرت چنان حکومتی دیده میشه که صاحب وحی و خاتم النبیین سید الاولین والآخرین 10 سال حکومت کردن. چه حکومت زیبایی بود، چه دوران طلایی بود. رحمت بودن برای مردم، حکومتش هم برای مردم رحمت بود. هم مردم از لحاظ اعتقادی، اخلاقی، عملی و از لحاظ معاشرت که مردم چگونه زندگی بکنن با یک دیگر، معاشرت ساختن، همزیستی، مسالمت زیستی، حق همسایه، حق والدین، حق فرزند، حق همسران و زن، حق دختران، حق پسران، حقوق مردم را حضرت هم
مراعات کردن و مردم تعلیم دادن و حق همه انسان ها، حقوق همه انسان ها و قولوا للناس حسنا. و هم عزیزان از لحاظ معنوی ساختن و هم از لحاظ دنیوی ساختن. عدالت اجرا بود، انصاف بود، در دوران طلایی حضرت تبعیض نبود. سلمان فارسی که بدون خویشاوند بود در مدینه منوره هرگز احساس نکرد که اینجا آدم غریبه، اینجا آدمی است که هیچ کسی را نداره، چرا که آن حضرت کو که تو از اهل بیت مایی. اونهایی که غریب بودن حضرت آوردن با خود، خویشاوندی برقرار کردن، نزدیک کردن. غلامان، کنیزان، تمام طبقه پایین را حضرت رسول صلی الله علیه وسلم دست بر سرشون کشیدن و همه را خودی قرار دادن. سیدنا یوسف علیه السلام در مصر یک مال سرزمین شام و مال کنعان و فلسطین و آواره بودند اینجا در مصر. و اما سیدنا یوسف علیه السلام را الله مورد آزمایش قرار داد. صداقت یوسف، امانتداری یوسف، خدا ترسی یوسف و رعایت کردن احسانات یوسف که چگونه احسانات او کسانی که حضرت یوسف در خانه اونها بودند، با عنوان فرزند بودند، گرچه اونها به صورت غلام خریداری کردند اما حضرت یوسف فرزند میدانستند. این انسان لایق و زیبا را وقتی که او در این امتحانات پیروز شد و روزی رسید که او را به جای پادشاه مصر نشستند، خزانه های مصر به دست او افتاد، یک آدم آواره که از جای دیگر اینجا خویشاوند نداره ولی امانتداری و صداقت او را وقت مصری ها دیدن، حاکمان مصر دیدن، گفتن که شایسته این حکومت داری توی بجای ما. و وقتی پادشاه خواب دیده بود و خوابش را حضرت یوسف تعبیر کرد که 7 سالها آباد میشن، 7 سال قحط میآید و باید از این سالهای آباد شما برای این قحط مواد غذایی جمع بکنید، گندم جمع بکنید و آمادگی کنید که 7 سال قحط را مقابله بکنید. و پادشاه گفت که این کار امور مالی را به دست من بسپار. به دست حضرت یوسف سپرده شد و 7 سال حضرت یوسف کشاورزی را تقویت کرد در مصر و از رودخانه نیل استفاده کرد کافی و گندم ها را در خوشه گذاشت و به اندازه نیاز مردم گندم ها می کوبیدند و گندم توزیع می کردند تا در خوشه بمانه گندم خراب نمیشه. 7 سال دیگه مصر حضرت یوسف در قحط که خشکسالی چنان شدید بود که نه آب بود و نه سبزی، حضرت یوسف چنان اداره کرد که نه تنها نیازات مردم مصر برطرف کرد و مردم مصر در این قحط شدید سیر شدند، بلکه از فلسطین و شام و از مناطق خیلی دور دور از کشورها و مناطق مردم می آمد، از اینجا گندم می بردن، مواد غذایی می بردن. حضرت یوسف چه حکومتی زیبایی داشت، حکومتش نمونه بود. بعد پادشاه مصر گفت که تو کارای من انجام بده و من پیر شدم و من بگذار تا من بشینم گوشه. و چنان مردم مصر شهیدایی و فدایی حضرت یوسف شدن. عدالت یوسف
آزادی که حضرت یوسف به مردم داد، صداقت حضرت یوسف، امانتداری، اخلاق حضرت یوسف نمونه بود. بعد حضرت یوسف که وفات کرد مردم مصر افسوس می‌خورد که ما قدر یوسف ندانسته. اگر حاکم خلفای راشدین 30 سال دوران حکومت طلایی خلفای راشدین، 10 سال مال حضرت، این 40 سال میشن. 40 سال که او 10 سال 30 سال دیگه که دوران خلفای راشدین هم بر منهاج و همون سیاست آن حضرت ادامه داشت. و 4 سال سیدنا علی بودن و 6 ماه حضرت حسن بعد از حضرت علی بودن که این هم جز خلافت راشده. چه حکومتی داشت؟ حکومت مردمی بود. حاکم و مردم یکسان بود. حاکم با مردم می نشد، حرف مردم گوش می کردن. اینا انسانای معنوی بودن، اینا انسانهای با ایمان بودن و خدا بودن. حکومت را برای الله کردن، نه برای یک منفعت خود، منفعت فرزندان خود، منفعت خانواده، منفعت نزدیکان. این دوران زرین توی دنیا که مثلش را کسی نمیتونه عرضه کنه. دنیا از عدل و دنیا از آزادی و دنیا از عزیزان من از اخلاق و دنیا از صداقت بسیار حیرت زده بود. بسیار شاید خیال بکنم من این حرفم عامه که میگم که ما 100 سال حکومت بکنیم، 100 سال. نه حکومت چه ارزشی داره که اگر کسی 100 سال حکومت بکنه، 50 سال حکومت بکنه. ارزش حکومت در اجرای عدالت، ارزش حکومت در رعایت اخلاق، ارزش حکومت در رعایت صداقت و امانتداریه، ارزش حکومت در خدمت خلق. کاش که به جای 100 سال حکومت یک انسان 10 سال حکومت خوب بکنه، زیبا بکنه، نمونه برای دنیا بگذاره که دنیا اگر میخواهید حکومت بکنه این حکومت، این زیبا است. رضایت خدا، رضایت مردم. اگر الله ناراض باشه، اگر ملت ناراض باشه، حکومت چه ارزشی داره برای انسان؟ هیچ ارزشی داره. به خدا قسم ارزش نداره. هر حاکمی باشه، هر سیستمی باشه، سیستم اسلامی باشه، سیستم غیر اسلامی باشه، هر حکومت و حاکمیت باشه، لہذا این حاکمیت نوع نمایندگی از اللہ تعالی. برای چین؟ برای گسترش عدالت، برای گسترش آزادی های لازم، آزادی های مشروع. حکومت یک نوع نمایندگی از پروردگار بر روی زمین. بالا اللہ حاکما مالک الملک، بر کل جهان الله. و یہ حکومت های کوچک و بزرگ همه نمایندگی از پروردگاران. برای چه نمایندگی؟ برای زراندوزی، برای جمع کردن مال و پول؟ نه، برای خدمت خلق، برای گسترش عدالت، برای گسترش انصاف، برای رسیدگی به مردم، رضایت مردم، خدمت مردم. حکومت کردن برای مردم، خدمت کردن خود را در اختیار مردم بگذاره، با مردم بشینه، با مردم بلند بشه. بلکه اللہ تعالی رحمت للعالمین حبیبش را میگه که تو با فقرا بشین، با مستمندان بشین، با ضعفا بشین.
وان حضرت بزوافا می آمدن والله من دستور داده که من به این نبشینم. با بلال حبشی بشین، با سلمان فارسی بشین، با ابو الدرداء بشین، با اونهایی که دست و جیبشون خالیه بشین. آن حضرت با اینها می نشستن و می فرمان که الله دستور داده با اونها بشینی. این حکومت ارزش داره و این سروران گرامی مهمه. و الا اگر مردم ناراض باشن، حکومت هر حکومت باشه، اسلامی باشه، بالاخره دموکراسی باشه، مسلمان باشه بالای سرش یا غیر مسلمان باشه، برای هیچ کسی حکومت ارزش نداره وقتی که ملت ناراض باشه. و روی این ما اعتقادمون همینه که در امروز که امروز این مردم ایران به هر حال بخش بزرگی از مردم ایران اعتراض دارن و اعتراض در جریانه و اعتراض در بخش بزرگی از مردم مشترک هست. همه این اقوام، همه این مذاهب و اکثریت مردم ایران اعتراض دارن، ناراضگی دارن و ما اعتقادمون اینه که حرف اینها را گوش کنن مسئولان نظام و رهبران، حرف این ملت مردم گوش کنن، با این ملت بشینن. شایسته همینه ببینن که مردم خواسته مردم چیه، مردم چی میخواهند، حرف مردم شنیده بشه. من از چیزی را از مجلس شنیدم که نمایندگان مجلس یک بیانیه خیلی تند را امضا کردن نسبت به معترضان و خیلی برای بنده این تعجب شد که نماینده اینها مجلس خانه ملت هست، چرا که اینجا نمایندگان همه ملت ایران قرار دارند و نمایندگان شما نماینده مردم هستید. شما باید ترغیب بدید که حرف مردم شنیده بشه. شما باید از مردم دفاع کنید که با گلوله جنگی زده نشن. شما مردم هم نصیحت کنید، مردم هم نصیحت کنید که مردم بالاخره اگر اعتراضی دارند، حق اعتراض سالم حق مردمه، ولی مردم تخریب نکنند. مردم بالاخره اونجایی که مردم اشتباهاتی دارن، اشتباهات مردم هم متذکر بشید معترضین و اشتباهات مأمورین هم متذکر بشید که این ملت ایرانن و گلوله جنگی زده نشن. شما سفارش کنید که زندانی هایی که به هر حال در زندانی ها را ویل کنید، دفاع از حق و حقوق مردم بکنید، من هم از دفاع از حق دولت و حاکم بکنید. نمیگن که شما یک طرفه برید تنها به سمت مردم، ولی شما نامه می نویسید و سخت‌ترین مجازات برای مردم درخواست می کنید. شما نماینده ملتید. آیا شایسته نمایندگان ملت؟ آیا جای دیگه پارلمان های دنیا، مجلس دنیا این کار را می کنن که شما کردید؟ واقعا جا داره که من از جناب آقای دکتر سعیدی نماینده چابهار
دعای خیر کنم در حقش که از درد مردم صحبت کرد، از دفاع از مردمی که بدون جهاد به شهادت رسیدن دفاع کرد. و تعصب می‌خورم که چرا صدای نماینده که از حق مردم دفاع میکنه و صدای مردمه چرا قطع میشه؟ و تعصب خوردم که نایب رئیس مجلس که جلسه را اداره میکرد بالاخره مردم خوب و مردم وطن دوست و مردم مزدار و مردم خوب به هر حال جدای طلب به نامه و تجزیه طلب بگه و اختشاشگر بگه. انتظار از یک کسی که اون نماینده باشه از اون نیست. امروز مردم با هم متحد شدن، مشترکات اینها را جمع کرده. فشارهای زندگی، آزادی خواهی، عدالت خواهی و مشکلاتی که از مدت‌هایی که مردم دارن، همه ما به نوبه خود مشکلات از روی دلسوزی فریاد زدیم. بسیاری کسانی که توی زندانهای سیاسی، بسیاری کسانی که بیرونن و صحبت شده این مشکلات. شما نگاه کنید 1 سال قبل 2 سال قبل بیشتر فریاد زده شده که این سیاستهای داخلی و خارجی جواب نمیدن، مردم پریشانن. شما تغییرات ایجاد کنید، شما تجدید نظر کنید در سیاستهای داخلی و خارجی. ما دشمن نیستیم، ما خیرخواهی هماییم و از روی خیرخواهی نه تنها بنده بودم، حالا یکی بالاخره یک طلبه اینجا دیگه هم علما با نوشته، با قلم، با زبان و دانشگاهیان و طیفای مختلف تذکر دادن و اگر او حرفها شنیده میشد و امروز ما این شانه‌های اعتراضات را نداشتیم توی کشور ما. رضایت مردم حاصل میشد، مردم سیر میشدن، مردم او که میگه آزادی میخواین آزادی را هم داشتن. اینا همه صحبت شده ولی متاسفانه حرفا توجه نشده است که امروز مشکلات موجوده. مردم جا داره واقع بنده تشکر کنم از مردم عزیز ایران. واقعا مردم عزیز ایران مردم دوست داشتنی هستند. بالاخره مخصوصا به مردم استان ما، مردم حادثه جمعه خونین، حادثه خاش که واقعا هم حادثه بسیار دلخراشه و آزار دهنده هر آزاده را، هر انسانی که آزاده باشه آزار میده که این مردم چرا این کشته بشن و زده بشن با گلوله های جنگی. ما نمیدانیم که این نیروهای ما که از بیت المال روزی میخورند، بعضی اینها چه تعلیمی دیدن، کجا این آموزش دیدن، چه کسی اینها مردم ایران که نباشن خارجی هم باشه انسانن. یک حیوانی را هم انسان جرأت نمیکنه بکشه بزنه. این انسان بوده، چگونه شما اینها را زدیدین؟ اصلا که نداشتن. اینها سنگ پرتاب کردن، اعتراضی کردن و این مردم واقعا همه ایران از او سننجد و سنندج و مناطق کردنشین گرفته تا تهران و مشهد و اصفهان و سایر شهرها بخش بزرگ به خاطر این 40 این شهدا
همه همدردی کردن، اول همدردی کردن. واقعا این بهترین نمونه الگوی از وحدت اینها به نمایش گذاشتم. واقعا من زمان ندارم از این تشکر کنم. و این وحدت، این همدردیه که تمامیت ارضی ما را تضمین میکنه. این وحدتی که امنیت ملی و وحدت ملی ما را بالا میبره، ضریب امنیت را بالا میبره. و همدردی خیلی مهمه. من توصیه مانه که ما به هر حال مسئولان امر صدای مردمشون را، ملتشون، این ملت ایران هن، این ولی نعمتن، اینها اونایی که انقلاب 57 را اینها به وجود آوردن. اگر اونها نیستن، فرزندان اونها، نسل اونهای مردم ایران. واقعا حالا توهین به ملت‌های دیگر نیست، ولی واقعا مردمی هستن که کمتر شما در جای دیگه میبینید، از لحاظ اخلاق، از لحاظ رفتار، فرهنگ کهن و قدیمی. ایران یکی از کشورهای باستانی و قدیمه. و این مردم ایرانی، زنان ایرانی، این جوانان ایرانی، این دانشگاهیان ایرانی، این فرهنگیان ایرانی، ملت ایرانان. و حاکمیت و حکومت به من خدمت این مردمه. شما متولی خدمت این مردمید. خدمت این مردم افتخاره برای به هر کسی برسه. اینا اگه معترضند، این ضعف‌های خودتون هم نگاه کنید. ما ضعف داشتیم. اینا به دشمن نیندازید به گردن دشمن که اینها را دشمن وادار کرده، دشمن اینها را تحریک کرده. دشمن کارش تحریکه. ضعف‌های خودمون را ببینیم که ما به هر حال کوتاهی های من را ببینیم، ضعف های من را ببینیم که در اجرای عدالت و در خدمات رسانی به این مردم، در حل مشکلات این مردم ما کوتاهی کردیم. به هر حال این مردم که امروز فریاد میزنند، نه به خاطر آنه که خارجی های اینا را تحریک میکنند، بلکه اینا گرفتارند. و ما در بین مردم ما میبینیم که مردم چه وضعیتی دارند. آزادی چه وضعیتی؟ بعضی میگه آقا شما اگه آزادی نداشتی حرفا را نمیزدید. آزادی حزب و تحزب تو ایران نیست. این عذاب ما میدانیم که عذابی که هست هیچی آزادی ندارم. کجای عذابه؟ کجای تشکل آزاده؟ کجا آزادی قلمه؟ کجا آزادی بیانه؟ آزادی بیان محدوده، آزادی قلم محدوده، سانسور شدیده. چقدر روزنامه‌نگاران حالا زندانند. چه اینا را زندان نکنید، توصیه مانه. روزنامه‌نگاران از اون روز من بنده تکان خوردم واقعا، یعنی که 12 تا روزنامه را یک قاضی با یک حکم 12 تا روزنامه را یک شب بست در دور دولت گذشته. کجای دنیا 12 تا روزنامه را یک جمعی بندن؟ کجای دنیا قلم اینطور محدود؟ بله هست دیگه، بول خیلی هست. مرا جای دیگه یعنی در جمهوری ها، در کشورهای آزاد میگم، ولی الان پادشاهی هست توی دنیا. کشورهایی هست که برای حرف زدن نمیگذارن، برای نوشتن نمیگذارن، و نه دانشگاهی ها میتونن حرف بزنن، نه علما میتونن حرف بزنن. من مقایسم با اون کشورها نیست، مقایسم با دنیای آزاده، با کشورهای که تویشون دموکراسی هست، توی جمهوری هستن. من ادعا دارم، اعتقادم هست که در دور خلفای راشدین
و حضرت رسول صلی الله علیه وسلم و حضرت علی که جز خلفای راشدین آزادی بوده که امروز در دموکراسی ها نیست. و حاضرم مناظرت کنم، حاضرم ثابت کنم که آزادی که آن حضرت داشته اصلا دموکراسی اصلا به هیچ حدش اب نمیرسه. من شما را با او مقایسه جمهوری اسلامی را با دوران خلافت راشده، با دوران حضرت علی، با دوران صدر اسلام که مقایسه میکنم. لحظه و آزادی ها این زندانی ها من حیف میخورم برای زندانی سیاسی. میگه اینا ویل کنید بابا، اینها را بشینید با اینا صحبت کنید. در فای خوی مردم ما باید بپذیریم در اسلام. حرف ناجایزه، حرف نادرسته، او را با منطق جواب بدین. و من توصیه‌ام آنه به نیروهای مسلح، نیروها، شما فرزندان همین مردمی، اینها زنان خواهران شما، زن ناموسه، اینا ناموس ملت ما، زنها حرمت دارن. شما با زنان مهربانانه برخورد کنید. شما با دانشجویان و دانشگاهیان که اینها بهترین قشر جامعه ما هستند، اینا امید ملت ما، دانشجویان و دانشگاهیان، با اینها با خوبی برخورد کنید. اینها را به هر حال احترام بگذارید. حرف دانشجویان، حرف دانشگاهیان، اساتید دانشگاه، حرف علمایتون، حرف تک تک و احاد ملت را بشنوید. اینها را به نیروهای مسلح توصیه میکنن که با گلوله جنگی نزنید اینها را. اینها مردم عزیز این وطنم. شما باید برای همین ملت بمیرید. شرفی برای نیروهای مسلح، عزتی برای نیروهای مسلح که برای امنیت مرزها، برای تمامیت ارضی کشته میدهند. برای حفاظت بگذار این مردم شما را بزنن، ولی شما مردم نزنید. این برای شما ارزش، این برای شما عزت. و توصیه‌ام به دست مردم عزیز، مردم معترض، مردمی که اعتراض داره آنه که اعتراض تو باید سالم باشه، اعتراض همراه با سلامتی، اعتراض سالم حق مردمه. مغازه‌ای را تخریب نکنید، بانکی را نسوزید، ماشینی نسوزید. شما نیروهای مسلح را نزنید با سنگ، درگیر نشید با اونها هم با شما درگیر نشن. و شما اعتراض دارید، رعایت کنید سلامتی، کنترل کنید اعتراض خودتون را، آسیب نرسانید و اعتراضتون را با صورت سلامتی برگزار کنید. و اعتراض به مسالمت آمیز حق شما، یا حرفتون را بزنید اما مسالمت آمیز بزنید. هر دو طرف مراعات کنید، هر دو طرف رعایت کنید. به دستگاه قضایی توصیه میکنم که اینا را محارب قرار ندید. اینا فرزندان همین آب و خاکان، فرزندان همین ملتان. اینا قابل ترحم این مردم، درد دارن. و آن کسی که از آن حضرت دعا نمیخواست و صداش را بلند کرد، چادر آن حضرت را کشید. یهودی بود، مسلمان نبود. و آن حضرت را میخواست بیاندازه به زمین. و صحابه صدا بلند کرده، گفتن شما حق نداری صدا بلند. این حق از من میخواهد، حق از من میخواهد. من توصیه بکنه که حقشون بدم، این توصیه بکنه که حقشون به خوبی بگیره. این شنیدن صدای ملت، این شنیدن وقتی حضرت عمر در مسجد النبی خطبه دادن، وقتی حضرت
عمر رضی الله تعالی عنه خطبه دادن در مسجد النبی و گفتن که ماریا را سنگین نکنی، ماریا را سنگین نکنی. زنی بلند شد، یک پیر زن بلند شد، گفت شما چه حق دارید که در ماریای زنان دخالت میکنید؟ ماریای زن توافقیه، یکی ماریای سنگین میگذاره، یکی سبک میگذاره. میتونه ترغیب بدید که ماریا آسان باشه، ولی حق ندارید شما. حضرت عمر خلیفة المسلمین سر خطبه این زن اعتراض داد که شما حق ندارید ماریا را، به چه دستور شما ماریا را سنگین میکنید، من میکنید؟ حضرت عمر فرمود که کاش که عمر مثل همه اندازه همه پیر زن میفهمید این درست میگه، حرفش درست. تسلیم کردن جلوی مردم، حقی این حرف زن میگه درسته. نفرموده که پیر زن جمع کنید، این از کجا آمده است؟ نه، گو حق این حرف است. کاش که عمر به اندازه پیر زن فکر میکرد، درست میگه. ما حق نداریم ماریا را ما تعیین بکنیم، ماریا را طرفین تعیین میکنه. و وقتی که کسی شمشیر برداشت توی مسجد النبی که اگر تو خلاف راه مسیر آن حضرت بری، ما با شمشیر دلویت را میگیری، تحسین کرد. تا اینها هستن گو عمر از سنت آن حضرت خطا نمیکنه. اینها بودن، این فرورش یافتگان آن حضرتان. این علیه که برای یک زن یهودی که خلخالش را بردند و غصب کردند، حضرت علی گفت که زندگی ما چه فایده داره؟ زندگی حکومت برای ما چه فایده داره که اینطور مردم تعرض بکنن و حق مردم ضایع بشه و امنیت داشته نباشه، یک زنی امنیت داشته نباشه، یک زنی بی حرمتی بشه. و اینها، این حکومت ارزش داره. به مسئولان توصیه ما بندهانه که حرف مردم را بشنوین. زندانی های سیاسی و بازداشتی های آخرا من دل سوزانه میگم و هیچ وقت غرض ندارم، مقصد ندارم، خیر همه را میخواهم. اینا را آزاد کنید. حکم سنگینشون ندید و حرف اینها را بشنوید که نه چه ملت ایران، مردم ایران چه میخواهند، کجا مشکل دارن. ما حرف مردم را بشنویم، به کنار اینها بشنیم، همین شرفه. واقعا همانطور که از بنیانگذار جمهوری اسلامی سخنانش تا الان موجودند، سخنان مقام معظم رهبری هم موجوده که اراده ملت، خواست ملت، حرف ملت هست. ما هم مسئولان امر پایبند همه صحبت ها باشند و به خواست ملت تن بدیم، به اراده ملت تن بدیم، در کنار ملت باشیم. بگر چه شما میخواهید چشم ببینیم. اینا این شرفی برای شما، عزت علما مخصوصا. من آخری کلماتم هست که دیر شده. علما امروز در رأس مملکت ما علما هم، علمای بزرگ، علما در طول تاریخ مردمی بودن. ما از راه مردم، علما از راه مردم دیگر راهی نداشتن. علما مردمی زندگی کردن، علمای شیعه، علمای سنی، علمای جناین اسلام کنار مردم بودن، به فاتحهشون نشستن، به تسلیتشون رفتن، نکاحشون خواندن. شما وقتی که متولد شدید ما به گوشتون اذان دادیم، نام برای شما گذاشتیم. و در همه حال علما باید در کنار مردم باشن. بزرگان به مردم رسیدگی بکنن، به همدردی بکنن. و
به هر حال ما امیدواریم که انشالله آینده خیری داشته باشه و این جریاناتی که به هر حال در زاهدان پیش آمد واقعا من هیچ نمیخوام ذکر کنم که خیلی واقعا سنگین بود. جمعه بزرگ از نمازگزاران در داخل مصلی بیرون به شهادت رسیدن و همه مسائل و توی خاص هم واقعا من همونطور که گفتم بسیار دلخراش بود، ولی با همه حال همه سعی کردیم که امنیت استان به هم نخورده و ما تا اونجایی که توانایی ما است معتمدین و ریش سفیدان متنفذین منطقه علمای منطقه تحصیل کردگان و همه تک تک مردم ما واقعا ما شکرگزاریم و تشکر میکنیم که امنیت منطقه را رعایت کردن. ما گفتیم که امنیت رعایت بشه و تا پیگیری بشه این موضوع. چه کسانی بودن که این حادثه را به وجود آوردن؟ برای چه به وجود آوردن؟ چه اتفاقی پیش آمده بود؟ الحمدلله امروز این جریان روشن شده توی کشور. هم مسئولین بالا میدونند، هم مسئولین محلی میدانند، هم مردم عزیز همه میدونند در کشور که این حادثه ناگوار و جمعه خونین یک جریانی بود که مردم به ناحق کشته شد. امروز هم حق شما الحمدلله روشن شده. خانواده شهدا و آمدن اونجا پدران و مادران و همسران و فرزندان شهدا آمدن اونجا در حوزه با اساتید و علما و با بعضی از معتمدین هم بعضی بود و تشریف داشتن، بعضی از کشور تحصیل کرده و بهرحال اینا خواسته هایشون را مطرح کردن و از هم اول ما گفتیم که مهمترین نکته برای ما اینه که این جنایت اول محکوم بشه و دومیانه که عاملان و آمران به محاکمه کشیده بشه و دیگرانه که این تهمت تجزیه طلبی و گروهکی و این مسائل که بعد از این قضیه زده شد بر این مردم و در مجلس نایب رئیس و همین تکرار کرد اینها از این مردم رفع بشه. و الحمدلله ما خوشحالیم که تا حالا این وضعیت روشن شده و بعضی چیزها الحمدلله بعضی مسائل قدم های را به هر حال حاکمیت و دولت برداشته و قدم های مثبت که هم بالاخره بعضی از مقامات نظامی تعلیق کردن و فرماندهی ناحیه منطقه را عوض کردن و به هر حال این قدم های مثبت ما معتقدیم که هر کسی هر اندازه کار مثبت انجام بده باید به حق قبول بکنه، حق هیچ کسی را ضایع نکنه. قدم های را مسئولین برداشتن در این رابطه و این قدم ها مثبت ما این هر ارزیابی میکنیم، مایه تسکینم و اما مهم اینه که مسئولین امر این جنایت را محکوم کنند و با همین رسانه ها که تبلیغ کرده که اینجا تجزیه طلبی بوده خواسته این پاسگاه را تصرف کنند که هرگز در فکر و ذهن مردم ما نبوده. بالاخره اینها عرض کنم که اینها از این مردم رفع بشه و از
براعت مردم از این تهمت ها و بقیه این عرض کنم که کسانی که عاملن این گناه از اونا شده، مردم کشته شده، پای محاکمه کشیده بشند و خواسته بله خواسته خانواده شهدا بود. شهدا، خانواده شهدا تا گفته که ما، بعضی گفتن پول میدی، گفتم ما پول نمیخواهم، میم عزت ما حفظ بشه، حرمت ما حفظ بشه. و این چیزایی که انجام گرفته که اینها را برای خودشون توهین میدانسته، اینا رفت بشن و ما هم امیدواریم که انشالله انقریب اینها انجام بگیرن. ما هم امیدواریم که هم انشالله محکومیت مسئول صادر بکنن و بقیه را. و اجازه بدم وکیل از تهران بیاید، وکیل گرفته شده از تهران و بیاین اینجا که مردم خودشو قوانین وارد نیستن، شعبه هم تشکیل شده برای رسیدگی، این هم جز قدم های مثبته و مردم برای شکایت بکنن و به هر حال پیگیری کنه این موضوع را. این موضوع مال همه شهدا است، اما مسائل کلی که در کشور اونها چیز دیگر است که اونها را باید او به جای خود باقی هستند. این مال همه حادثه و خاص همه حادثه. و در پایان بنده توصیه میکنم خدمت شما که امنیت امروز مثل جمعه سابق دست خود شما هست. شما مردم زاهدانید و بهتری امنیت همونه که به وسیله مردم بشه. و به مامورین گفته شده که آقا شما به جای مقرهای خودتون بشینید، نگران شهر نباشید. این مردم خودشون امنیت تا مردم زاهدانن، امنیت مال خودشونه، امنیت اینجا مال ماست و خود ما این امنیت رعایت میکنه. و توصیه ما آنه که هیچ کسی به کسی سنگ پرتاب نکنه، هیچ کسی شیشه را نشکنه. ما اموال مردم جمعه گذشته من گفته که از لحاظ شرعی این مسئله ناجایز، جایز نیست و اعتراض که اگر کسی حرف داره بالاخره باید این سالم باشه، به کسی ضرر وارد نکنه، به اموال عمومی، به اموال خصوصی. و انشاءالله ما امیدواریم که این توصیه ما را مراعات میکنید و الله تعالی به شما جزای خیر بده و برکاتش را بر همه ما نازل کنید. و توی بعضی شعرها را من هم شنیدم گذشته، بعضی عصبانی میشن و پوش میدن و این کار پوش در هیچ ملت و هیچ دین درست نیست که ما پوش بدیم و ناسزا بگیم. الله تعالی توفیق عنایت کنه.